سلام بیننده عزیز و صبح بخیر. در نویدی بامدادی امروز شنبه 2 مارت من طاهری سفر در خدمت شما هستم. شروع میکنیم از نگاه به وضع هوا در تاجیکستان. در دوشنبه هوای امروز بارانی و تا 11 درجه گرم می شود. در هر سه ولایت کشور ختلان، سوخت و بدخشان هم باران پیش بینی شده است. حرارت در ختلان و سوخت تا به 16 و همین گونه تا به 14 می رسد. در بدخشان حرارت از 3 درجه بالا نمی رود. هوا هر گونه که نباشد روزی خوبی را به شما آرزو داریم و شروع می کنیم از خبرهای مهم. 10 نفر از جنگجویان داعش به نیروهای دموکراتی سوریه تسلیم شدند که این نیروها از رزمندگان کرد عبارتند و از شریک اساسی ائتلاف به رهبری امریکا به شمار می روند. رزمندگان کرد برای پاککاری دهه بغوز که آخرین تکیهگاه داعش در سوریه به شمار می رود آماده می شوند، اما عملیاتی آنها به سبب تلاش‌ها برای به جای امن انتقال دادن غیر نظامیان متوقف شد. جزئیات بیشتر در گزارشی عبدالله اشوروف. دهه بغوز یک منطقه کوچک در ساحل شرقی رودخانه فرات است و یگانه منطقه اهالی نشین است که در دست جنگجویان گروهی دولت اسلامی مانده است. سازمان مذکور را در یک سال گذشته از منطقه های وسیع که در اختیار داشت راندند. سقوط بغوز مرحله مهمی در مبارزه بر ضد گروهی دولت اسلامی به شمار می رود، اما این سازمان همچنان یک خطر جدی باقی می ماند. جنگجویان داعش بعضی از مناطق دوردست در ساحل غربی رودخانه فرات را زیر دست دارد و به بمبگذاری و حمله ها ادامه می دهد. با ادامه عملیات نیروهای دموکراتی سوریه برای پاککاری قلمروهای کشور از دست داعش در ظرف 3 ماه گذشته 40,000 نفر از مردم از منطقه های زیر دست جنگجویان گریختند. شمار آنهایی که بغوز آمدند زیاد است و در این روستا هم جنگجویان از کشورهای گوناگون و طرفداران و هم مردمی که رنج داعش را کشیدند زیاد بوده است. روسیه دادگاه نظامی شهر دوشنبه یک مرزبان تاجیک را برای شکستن بینی همخدمتش به 1 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه روز 1 مارت با نشر یک بیانیه رسمی گفت که حبیب الله آیف، سرباز واحد نظامی 0113 در ناحیه لخش ماه اکتبر سال 2018 با هدف نشان دادن زوری و برتری خود با سرش بر بینی همخدمتش رسلان جان دوستوف زده استخوان بینی او را شکسته است. با گفته دادگاه حبیب الله آیف رفتار خود را چنین شرح داده است که رسلان جان آیف او را در گذشته لطوکوب کرده است و برای همین خواسته است از او نقار بگیرد. با گفته دادگاه برای رعایت نکردن آیین‌نامه ارتش و پس دادن شأن و اعتبار همخدمتش و رساندن آسیب به سلامتی او، حبیب الله آیف روز 4 فوریه به 1 سال زندان محکوم شد. در ارتش تاجیکستان بدرفتاری و دغلی با سربازان که بارها با مرگ هم انجامیده است یک مشکل داغ باقی میماند. رو میاریم به مسائل بین المللی. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه 28 فوریه از قول مقامات پیشین و فعلی امریکا و اروپا نوشت که نیروهای ایالات متحده در ظرف از 3 تا 5 سال آینده از افغانستان بیرون می شوند. روزنامه از قول منبع‌های خود نوشته است که طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از طرف پنتاگون وزارت دفاع آمریکا تهیه شده است و بر اساس آن همه نیروهای خارجی یکجا با نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند. روزنامه می نویسد که طرح علاقه با شریکان اروپایی آمریکا بررسی شده است. خروج نیروها از افغانستان بخشی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بود. دونالد ترامپ در جریان معرکه انتخاباتی پرزیدنتی سال 2016 وعده داد که در صورت پیروزی نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند. حدود 170,000 سرباز خارجی با رهبری آمریکا در تیر ماه سال 2001 و در پی سقوط رژیم طالبان وارد افغانستان شدند و در کنار نیروهای افغان مسئولیت تامین امنیت در افغانستان را بر عهده گرفتند. تا آخرهای سال 2016 شمار بزرگ این نیروها افغانستان را ترک کردند. آمریکا میگوید حدود 14,000 سرباز کشور حالا در افغانستان حضور دارند. در جنگ 18 ساله این همسایه کشور تاجیکستان در برابر هزاران سرباز افغان صدها نفر از سربازان خارجی نیز کشته شدند. و الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت جمهوری بلاروس گفت روسیه هیچ نیت فرو بردن
کشورش را ندارد، ولی همگرایی بیشتری دو کشور یک امر ضروری است. لوکاشنکو ضمن نشست خبری در روز 1 مارت گفت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هیچ نیتی همراه کردن بلاروس با قلمرو روسیه را ندارد. به قول لوکاشنکو 98% مردم کشورش با طرفداری همراه شدن بلاروس با روسیه رای خواهند داد. الکساندر لوکاشنکو در این باره 2 هفته بعد از صحبتش با ولادیمیر پوتین درباره همگرایی سخن گفت. دو کشور میانه‌های سال 1990 یک عهدنامه همگرایی امضا کردند، ولی آن سند در عموم اجرا نشده است. الکساندر لوکاشنکو که با خبرنگاران و نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی صحبت می‌کرد گفت که پیشتر از نزدیک شدن روسیه و بلاروس باید مسائل زیادی باقی مانده در بین دو کشور حل شود. برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر خوجند دو جوان ازدواج کردند که تا چند وقت پیش سندی رسمی نداشتند و از کودکی آواره بودند. الکساندر و نیکلای که هر دو گرفتاری بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن هستند، میگویند با وجود عذاب زیادی در زندگی از آوارگی و بی سر و سامانی خود را رها کردند و حالا در پی عملی کردن آرزوهای دیگر هستند. به قول تا به این روز رسیدن الکساندر و نیکلای از آب و آتش گذشتن را میماند. رادیوی آزادی 4 ماه پیش درباره آنها نقل کرد. هر دو در کودکی آواره‌گرد شدند. الکساندر را در 7 سالگی برادرش از خانه بیرون و نیکلای نیز تابی اذیت برادر را نآورده از خانه فرار کرد. شکایت کردیم اما گوش نکردند. هر دو به خاطر تغییر دادن زندگی از سازمان‌های جمعیتی کمک خواستند و در یکی از این واخوری‌ها یکدیگر را دیدند. مهم است که آنها یکدیگر را دستگیری میکنند و میفهمند. زندگی بی ربط در آنها اثر خود را گذاشت و هر دو ویچ را آشکار کردند. محبت آنها را به مبارزه برای حیات تکان داد و نتیجهش نیز همین است که هر دو با لباسی شه و عروس پهلوی هم می ایستند. وقتی این را دیدم حیرت زده شدم. باورم نآمد. هم حیرت زده بودم و هم خوشبخت. نیکلای و الکساندر یگانه جفت است که با داشتن ویروسی ویچ آشکارا از عروسی خود جشن میگیرند و بیماریشان را پنهان نساختند. هنوز جامعه تاجیک به حیات سالم برگشتن گرفتاران ویچ را شبهه انگیز می‌داند و آنها نیز می‌کوشند تاریخ بیماریشان مخفی ماند. تقدیر الکساندر و نیکلای به قول سازمان‌های جمعیتی یک نمای نادری برگشت امیدی از دست رفته است. بانک جهانی اعلام کرد برای تامین مکتب‌های تاجیکستان با آب پاک و وسایل بهداشتی از جمله حاجتخانه $58 میلیون کمک می‌کند. شورای مدیران بانک روز 28 فوریه قرار درباره اختصاص این مبلغ را قبول کرد. حکومت تاجیکستان با خرج این مبلغ باید در 200 مکتب و شفاخانه‌های کشور سیستم‌های آبرسانی و بهداشتی را تعمیر کرده و به معیارهای معاصر مطابق سازد. طرح مذکور در ناحیه‌های وخش، کوشانیان، دوستی، جلال‌الدین بلخی، جیهون و واسطه عملی می شود. با گفته بانک جهانی از بس که در این ناحیه ها تعداد زیادی مردم کم بیزاد زندگی می کنند، کمک به همین سمت روانه خواهد شد. یک تحقیق بانک جهانی نشان داده است که فقط 36% مردم دهات تاجیکستان به آب پاک دسترسی دارند. بقیه آنها از آب آلوده و منابع بیماری استفاده می برند. خب در این فرصتی برنامه نگاهی داریم به قرب سامانی در برابر ارزهای خارجی. قرب را بانک ملی تاجیکستان تعیین میکند و امروز $1 آمریکا به 9 سامانی و 43 درهم برابر است. یورو در برابر سامانی قربی بالاتر دارد و برای 1 یورو شما 10 سامانی و 77 درهم میپردازید. قرب روبل روسی تغییر زیادی ندیده است و در عوض 1000 روبل به شما 143 سامانی میدهند. خب اینجا رسیدیم به پایان نویدی بامدادی. روزی خوبی داشته باشید و از یادتان نرود که صبح دیگر همکارم عبدالله شرف با خبرهای نو و در همین برنامه با شما خواهد بود.